من یه مربی داشتم یه حرف خیلی خوبی به من زد که اون همیشه تو ذهنم هست. و تو تلاش تو بکن، خدا حتما تو رو داره میبینه. شاید نده ولی به موقعش 100% بهت میده. و واقعا هم همینجوری شد و خدا رو خیلی شکر میکنم که نباختم تو روزای سخت و امیدوارم که در آیندهم نبازم و همیشه موفق باشم. یه مجله از آقای دکتر قمشه‌ای که اگر شما مهر یک کاری تو دلتون افتاده و میخواین به اون برسین، قطعا خدا اون اتفاق رو براتون پیش میاره و سر راتون قرار میده، وگرنه اصلا فکر این کار و استعدادش رو درون شما نمیذاشت. چقدر قبول داری که انگار واقعا چیده شده؟ خیلی. اصلا من اگر بشینم از A to Z این ماجرا برای شما تعریف کنم، واقعا انگار خدا اون لحظه‌ای که داشتن مثلا منو میخواستن به این دنیا بیارن، همه اینا رو برای من چیده بودن، هم سختی‌ها هم خوشحالی و آسونی.